بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه یوگا با دلبر. یه چند تا سوال بود که جواب دادم به اون عزیزی که سوالو کرده بودن، ولی در عین حال باز فکر کردم ممکنه برای خیلی از ماها مطرح باشه. جدیداً به ما پیوستن و گفتن که براشون کار کرده رو یوگا و خواسته بودن بدونن که هر ویدیویی رو چند بار باید انجام بدن و بعد برن به ویدیوی بعدی. که بهشون گفتم اون اصلا مهم نیست، بستگی به علاقه و استقبال خودتون از حرکت ها در اون ویدیو باید باشه. پس کن شما یه ویدیو رو انتخاب میکنید، یه مقدار آسون اولش چون بدنتون هنوز آمادگی نداره، بعد از چند جلسه می‌بینید نه میتونید یه ذره لول بالاتر برید، یه ویدیو دیگر رو باز نگاه میکنید ببینید آیا این براتون جواب سوالتون رو میده، حرکت ها مناسبتونه، زیادی سخت نیست. در نتیجه هیچ پروتکلی وجود نداره که من از کجا شروع کنم چه ویدیو رو انجام بدم. بستگی به خودتون نیاز اون روزتون داره. اینم فراموش نکنید که من بارها تو برنامه ها میگم باید به بدنتون گوش کنید. هر روز آدم یه جور بدنش کار میکنه، یه روز خسته است، یه روز استرس داره. در نتیجه اون روزی که به این صورته به خودمون فشار زیاد نمیاریم. کما اینکه هفته پیش اگه یادتون باشه من بیشتر حرکت ها نشسته بود رو صندلی و بعد رو زمین. چرا؟ چون هفته قبلش به خاطر دودی که از آتش سوزی شروع شده بود و خیلی منو اذیت کرده بود، با وجود تو خونه بودم سعی کردم که یه مقدار آسونتر حرکت ها رو انجام بدم و گفتم خب برای همه ممکنه مسئله پیش بیاد که ما یه روز تو حال جالبی نیستیم ولی خب دلمون میخواد یک کمی هم حرکت بکنه بدنمون. یکی این بود و بعد ازم سوال کرده بودن که آیا ویدیویی هست برای ماساژ صورت، که بهشون گفتم نه. البته خیلی وقت پیشم نازنینی سوال کرده بودن که بعضیا میگن یوگای صورت هست. گفتم والا اگر یوگای صورت بود الان تمام یوگی و یوگینی زنا و مردایی که یوگا میکنن صورتاشون درخشان و مشعشع بود. نه. حالا چرا؟ برای اینکه شما به مرور زمان، این خیلی مهمه، این رو توجه کنید، به مرور زمان، نمیگم خانمی که 30-40 سالشه، شاید هم هنوز 50 سالشه، ولی به مرور زمان بعد از اینکه رشد استخونای ما در 25 سالگی متوقف میشه، حالا خیلی ممکنه از نظر ژنتیک خوب باشن تا 50-55 سالگی هم پوست عالی و استخونمندی عالی، ولی خیلی ضعیفتر و ظریفتر و شکننده تر هستن یا فشارهای زندگی باعث میشه که زودتر به پوست چروک بیفته. چروک افتادن پوست فقط به پوست مربوط نمیشه، به ماهیچه ها هم مربوط میشه، از ماهیچه های صورت گرفته تا ماهیچه های بدن. از ماهیچه ها به ماهیچه ها اکتفا نمیکنه. وقتی استخون بندی شروع میکنه جمع شدن، کوچیک شدن، منقبض شدن، عضله شل میشه، پوستم شل میشه. خیلی ها میکنن جراحی پلاستیک، بوتاکس، فیلر، همه اینا رو جوونامون هم واردن انجام دادن، ولی به یه جا میرسی که دیگه جایی وجود نداره. این عزیز خب البته جوون هستن. خیلی ساده ترین کاری که من در اون یکی ویدیو نشون دادم، گفتم برای اینکه کلاژن روی پوست بیاد، الان با دستگاه های بسیار گرون دارن این کارو میکنن. ما این دستگاه رو نداریم و این پولم نمیخوایم بدیم. پس خیلی دلتون میخواد شبا با نوک انگشتا از پایین به بالا، هیچ وقت از بالا به پایین، از پایین به بالا کرم شبتون رو زدید، شروع میکنید ضربه های تند و کوتاه، تند و کوتاه، تند و کوتاه تمام. و بعد به این صورت که یه وی درست میکنید، شروع میکنید بالا آمدن و بعد وشگونای کوچیک. تنها ماساژی که برای صورت هست همینه. میشه تصویر رو بندازی روی این چیز لطفا من ببینم چطوره. anyway پس اینو در نظر داشته باشین. ویدیوی مخصوص برای صورت من ندارم. اگرم کسی به اون خانم گفته که هست، شاید در اونجا یه توضیح کوچیکی داده بودم، ولی داستان از این قراره عزیزان. در نتیجه هرچی حرص و جوشمون
خستگیمون کمتر باشه، صورت جوانتر میمونه، ولی از یک سنی دیگه هیچ کدوم اینها نمیتونه اونقدر کار بکنه. نمیخوام دکوراژه بشین، سالم نگه دارید. چیزی که همیشه در برنامه هم گفتم، پاسچر درست. پاسچر یعنی چی؟ یعنی ستون فقراتی که درست قرار بگیره، این جوانی رو به بدن میده، حتی اگه سن بالا باشه. و ما خیلی وقتا دیدیم یک خانمی جلوی ما راه میره، سر پایین، شونه ها پایین، و راه رفتن یه آدم خسته و افسرده است و فکر کنیم یه زن خیلی مسنه، نگاه میکنیم این یه زن جوونه. و برعکس داریم راه میریم میبینیم یکی خیلی صاف و صوف و خوب داره راه میاد، فکر کنیم یه زن جوونه، موهام رنگ کرده، نگاه میکنیم میبینیم نخیر سن بالاست. پس اون مهمه. پاسچر یا حرکت ایستادن یا نشستن درست. همش اما روی برنامه هامون، روی ویدیو من روی این مسئله تکرار میکنم که به خصوص عزیزانی که زیاد پای کامپیوتر میشینن، متاسفانه جوونا خیلی این مسئله رو فراموش کردن و نگاه میکنیم این خیلی جوانایی هستن که سکولیوسیس، برجستگی گردن، پشت داره یواش یواش درشون به وجود میاد. نمیدونم تا چه حد باید روی این مسئله تکیه بکنم، ولی واقعا این مسئله مهمه، چه برای سنین متوسط و سنین جوان یا سنین بالا. مهمه که بدنمون رو صاف موقع حرکت، موقع نشستن نگه داریم. خب البته زمانی که ناراحت و افسرده هستیم بالطبع بدن جمع میشه، ولی ما تمام مدت این حالت رو نداریم. زمانی که میرید راه میرید، تنفس میکنید، با دوستی جایی نشستید، حال روحی و روانیتون خوبه، سعی کنید اونجا پاسچر خودتون رو درست نگه دارید. اوکی عزیزان، یه 6-7 دقیقه در این مورد حرف زدم. فکر کنم که اگر جوابی بوده، شاید سوالی بوده، شاید تا حدودی جوابی بهش داده باشم. نفس عمیق میکشیم، دست ها به دو طرف باز، دم و بازدم. میریم رو پنجه های پا، دم، میریم رو پاشنه، بازدم، دم، بازدم. یه حرکت ساده است، نه تنها قفسه سینه و ریه رو باز میکنه، اکسیژن میرسونه، روی پاسچر یا پوزیسیون بدن اون هم داره کار میکنه. one more. تو اینه کمی طولانی تر موندم. خیلی عالی. این حرکت رو بارها کردیم، بازم نشون میدیم. نفس عمیق، آروم میاریم پایین، دو طرف باز میکنیم. ببینید این دقیقاً داره شونه ها رو میبره عقب، چی کار میکنه؟ قفسه سینه رو میده بیرون. خیلی مهمه، خیلی مهمه که اینو حواستون باشه. و بعد برمیگردیم، میره بالا، باز میکنه، قشنگ میده به عقب، میده به عقب، میده به عقب، میده به عقب، شونه به عقب رفته، قفسه سینه باز. یکی آخر. بیوتیفول، خیلی عالی. دست ها رو میریم جلو و let go. good. امروز یه سری حرکت های ایستاده خواهد بود و بعد تو نشسته و خوابیده. این حرکت ها تکراریه و تکرارشه که کار میکنه. من خودم جدیدن شروع کردم و خودم رو زمان میگیرم، مثلا تو هر حرکتی 1 تا 2 دقیقه میمونم. شما مجبور نیستید، ولی سعی میکنیم لااقل 20 ثانیه بمون. دست راست میاد بالا، به طرف چپ خم شدیم، پای راست انگشتا رو به جلو، پای چپ انگشتا پیچیده به بغل، کشش معرکه‌ای تو ستون فقرات و روی پهلوی راست من حس میکنم. دست من روی گوشمه. شما میتونید حتی اگر دوست دارید ببرید پشت گوش، ولی جلوی صورت نیارید. اگر نمیتونید دست رو ببرید روی گوش، این کار رو بکنید. یعنی اینجوری نباشید، گردنتون مچاله نشه تو دستتون. این خیلی مهمه. حرکت رو ساده تر بکنید، این کار رو بکنید، ولی سر و گردن صاف باشه.
میبینین که چه استودیوی قشنگی داریم، چه منظره های قشنگی و خلوت، ترتمیز، مرتب، هوای خوب. لذتشو ببرید. آروم دست میاد پایین، میچرخیم. اینجا چون طولانی توی حرکت مونده بودیم آروم میچرخیم، یه دفعه جهتمون عوض میکنیم و میایم پایین، میمونیم، نفس میکشیم. اینجا اگر پایین رفتن و مچ پا رو گرفتن براتون سخته، میتونید بالاتر رو بگیرید، ساق پا رو بگیرید، زانو رو بگیرید. یا اگه خیلی اصرار دارید حتما مچ پاتون رو بگیرید، زانوی چپتون رو خم کنید که فشار زیادی به پا نیاد. ولی اونهایی که میتونید پا رو صاف میگن. دست راست میره بالا رو به سقف، و آروم میره پشت. حالا تا کجا میره پشت؟ تا جایی که اجازه میده شونتون به عقب کشیده بشه، قفسه سینه باز شه. حالا نمیخوام سختش کنم، اینجا زانوی چپتون رو خم کنید و بعد دست راست رو از پشت ببرید تا جایی که میتونید. من تونستم دست راست ببرم و رون پای چپ رو از پشت بگیرم. شما تا جایی که میتونید رو انجام میدید. فشار زیادی به خودتون نمیدید که عضله یا تاندونی هرت یا اذیت بشه. آروم بالا، دو تا دستا تو هم روی همون پای چپ خم میشه. نفس ها مهمه، حضور به نفس و تو حرکت که هستید. سعی کنید فکرها رو برای چند دقیقه‌ای که دارید یوگا میکنید بذارید کنار. درست فکر کنید یه بسته‌بندی از افکارتون رو گذاشتید توی پاکتی، توی بگی که گوشه اتاق. دفعه رو عوض میکنیم، رو با دست چپ روی پای راست خم میشه و منتظرید که هرچه زودتر که یوگا تموم شد برید اون بسته‌بندی افکار رو باز کنید و تا شب باش مشغول باشید. ولی لااقل سعی کنید در اون 45 دقیقه 50 دقیقه که یوگا میکنید حضور کامل داشته باشید به بدنتون، به ذهنتون، به نفساتون. حالا میخوام اینو متوجه بشید، چون من بارها گفتم من از طرف راست لگن یه مقدار انقباضه که هنوزم با این همه کار کردن کاملا متوجه میشم که وقتی یه دفعه توی حرکتی میرم هیچ وقت به راحتی که به طرف چپ خم میشم به طرف راست خم نشدم. اشکال نداره، با خودم نمی جنگم. شاید یه روز خیلی راحت تر رفتم، حالا امروز اونقدر انبساط نداره بدنم که راحت تر خم بشم. هیچ سرزنشی در کار نیست. برمیگردیم به پای راست، مچ پا رو میگیریم. یکی از چیزایی که عزیزان در کلاسای یوگا به خودشون صدمه میزنن اینه که میخوان حتما عین مربی یا حتی یکی از شاگردایی که سالهاست کار کرده یا بدنش نرمتره یا جوانتره این اون عمل کنن. وقتی اینجاست که ما خودمون رو گرفتار میکنیم. اینجاست که دردی میاد سراغمون که نباید بیاد و بعد مدت‌ها گرفتار میشیم. دست میره عقب، زانو رو خم میکنیم و میچرخیم. خیلی عالی. میریم بالا، میریم پایین و دست تا تو هم میکشیمشون.
آروم بیایید بالا. خیلی وقت این حرکت رو نکردیم، بسیار ساده است. دست ها به دو طرف بازه. حالا بعدا من روی پای چپم همین کار رو خواهم کرد. ما نگاهمون به طرف انگشت وسطه، انگشت بلند که وسط قرار گرفته. دست ها رو آوردیم بالا، فقط اینجا حواستون باشه شونه ها رو نکشید بالا. خیلی از عزیزان این اشتباه میکنن و بعد گردن درد میاد سراغشون. بعد این دست رو میاریم پایین، اینجوری خم میشه. این فرق داره با اون یکی که الان خم شده بودن، یک ذره متفاوته. برمیگردیم، پای چپ میچرخه به بغل، پای راست اول رو به رو نگاه میکنم، زانو خمه، انگشت وسط دست چپ، خب این خوبیش اینه که آدم خودشو نگاه میکنه، اون تو میبینه که اینجا شکم رو بکشید تو که راحت تر بتونه ستون فقرات شما رو نگه داره، فشار نیفته رو سر و گردنتون. و بعد دست چپ میاد پایین، دست راست میچرخه از این بر. آروم میرید پایین، دو تا پاها صاف میشن، دست ها تو هم میاد به طرف پایین. دست چپ ها از کف میذارن رو زمین. این کار رو قبلا کردیم، ممکنه برای بعضیا سخت باشه. اینجا میتونید زانوها رو خم کنید، اگر که بازم سخته مجبور نیستید. کف دست چپ رو زمینه، دست راست میچرخه رو به سقف. عوض میکنیم، دست راست از کف رو زمینه، دست چپ رو به سقف میچرخه. آروم میاد پایین. این حرکت هم بارها کردیم، بهش میگن مثل حرکت قورباغه است. به چه صورت؟ پنجه ها رو زمینه، سر میاد بالا، رو پنجه های پا نشستیم، رو پنجه های انگشت دستا قرار داره، نفس میکشیم، با تخلیه صاف میشه و ما هم نیستیم. اگه سختتونه مجبور نیستید دم. یکی از تکنیک های ریلیسینگه که خیلی آدم میتونه استرس و خشمشو با صدا با این حرکت بده بیرون. هرچند تونتر انجام بشه انرژی رو رایز میکنیم، انرژی رو تو بدنمون میبریم بالا. ولی باز همینطور که میگم برای همه ممکنه عملی نباشه، به خودتون فشار نمیارید. یکی دیگه بیوتیفول، خیلی عالی. میشینیم رو پنجه های پا، پای راست بیرون. اوپس. حالا اینجا یه ذره میخوایم مشکلش کنیم، ولی باز حواستون باشه همه مجبور نیستین. دست راست رو با انگشتای روی پنجه های انگشت گذاشتیم پایین، دست چپ بلند میشه و روی پای راست که به بیرون هست و ما رو پنجه های پای چپ قرار گرفتیم خم میشه. اینجا اگه لطف کنین دوربین رو چیز بیشتر برای من تنظیم کنین ممنون میشم.
خب پامو حسابی نشون بده که عزیزان ببینن. مرسی. Perfect. Very good. Very good. آروم این پایین. گفتم حرکت آسونی نیست، ولی اگه کسی بخواد یه ذره حرکت های متفاوت تر و یه ذره بیارم پایین. مرسی. اینم باید بره سرش حتما. اوکی. Very good. خیلی عالی. مرسی مریم جان. اوکی، نگاه میکنید دوستان، رو پنجه های پای راست قرار گرفتم، پای چپ به بیرون کشیده شده، چند لحظه روی اون میمونم و بعد دست چپ از پنجه میذارم زمین، دست راست رو بلند میکنم و رو پای چپ. کشش خیلی زیادی تو کشاله پای چپ حس میکنم. این برای همه نیست، باید حواستون باشه. گفتیم شاید کسی بخواد یه ذره چالش داشته باشه، ورزش براش، یوگا و این کارو میکنه. برای بعضیاتون هم ممکنه خیلی ساده باشه، هیچ اشکال نداره عزیزم. اوکی، ما اینم میذاریم کنار. رفتیم تو حرکت های نشسته. Beautiful. All right. Okay. پای چپ جلوی بدن، پای راست رو به بغل باز میکنیم. کشش زیادی از کشاله رون حس میکنید. این کار بارها کردیم و بازم انجام میدیم. انگشتا تو هم روی پا خم میشه. دم و بازدم. نه 10. میمونیم پای شونه ها پایین لطفا. سر رو به رو، شکم تو. تجربه‌ای که خودم تو این حرکت داشتم و باید باهاتون در میون بذارم. من یه مدتی وقتی مثلا چند روز این حرکت رو نمی کنم، باورتون بشه یا نه، تو زانوام بیشتر درد حس میکنم. از اینجا برای من ثابت شده که انقباضی که در ناحیه لگن دارم زانوهای من اذیت میکنه و وقتی این حرکت رو میکنم و بعد باز شدن دوتا پا، عجیب حال زانوام خوبه. حالا اینم شما در مورد خودتون امتحان کنید ببینید آیا ممکنه در مورد شما اینطور باشه یا نه. بیوتیفول. عوض میکنیم. پای راست میاد جلوی بدن، پای چپ به بغل، شستا تو هم. یکی، دوتا، سه تا، چهار تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا و 10 تا. میمونیم تو حرکت.
پا از مچ منقبضه، کاملا انگشتا به طرف صورت من چرخیده و حتی با دست بیشترم کشیدمش. مهمه این، چرا؟ چون سعی دارم تا جایی که ممکنه این زانو به زمین از پشت بچسبه. چون خیلی من تو ورزشکارام خیلی زیاد دیدم، مثلا اونهایی که خیلی این عضله رونشون در اثر ورزش قوی شده به سختی میتونن این کارو بکنن و حتما باید بعد از اون پیاده روی یا جاگینگ یا ورزش‌های سنگین این استرچ ها رو بکنن. آروم میاییم بالا. خب هنوز تموم نشده. چرا؟ حالا تازه مثل این که بدنمون گرم شد برای این حرکت. 2 تا پا به بغل. اوکی؟ آسون نیست، میدونم. خیلی از شما عزیزان ممکنه بیشتر از این نتونید پاتون باز کنید، بیشتر از این نتونید. از یک جا شروع کنید. باور کنید از یک جا اولین قدم رو شروع کنید و یواش یواش خودتون تفاوتش رو میبینید. ولی روز اول و دوم و ماه اول نباید به زور کارا رو انجام بده. اوکی؟ نفس عمیق به طرف پایین خم میشیم. نفس ها کمک میکنه که بتونه پا از اون حالت منقبضش بیاد بیرون و یه ذره بازتر بشه. باز هم میگم به زور اصلا این کار رو نمیکنه. آروم میاییم بالا، روی پای راست خم میشیم. کشش خیلی زیادی من در ناحیه لگن طرف راست حس میکنم و میدونم احتیاج دارم به این کشش. حتی یه ذره درده ولی اصلا درد ناخوشایندی نیست. یعنی احساس میکنم که داره رو مفصل حسابی کار میشه. سوال چیزی داشتین عزیزان؟ از طریق تلگرام، از طریق واتساپ با کمال میل جوابگو هستم. تکست کنید، حتی تلفن بزنید. آروم این بالا. یس. میچرخیم به طرف پای چپ و رو پای چپ خم میشه. بعد آروم میاییم بالا. خیلی عالی. یه حرکت دیگه میکنیم. کفای پا به هم، زانو به بغل باز. گد پاها به بیرون باز میشه. نفس عمیق، دستا رو به پایین خم میشیم، شونه ها پایین، شکم تو، سر رو به رو. اینجوری نیستیم و حواستون باشه. نمیرسه اینجا رو میگیرید، نمیرسه اینجا رو میگیرید.
نمیرسه زانوتون رو میگیرید. فقط تنها کاری که باید بکنید باید شکم رو کمک بگیرید، شکم بکشید تو که برید جلوتر، چون شکم که بله مزاحمه، هر چقدر اون شکم کوچیک باشه مزاحمه. شکم رو که میکشید تو اجازه میده برید جلوتر. آروم میایید بالا، پای چپ رو میاریم بالا. این کار قبلا هم کردیم. اینجوری نمیشیم ها، مچاله صافی، ولی تا جایی که میتونی شکم تو، پشت صاف، پا رو میکشیم بالا. مهم نیست چقدر، مهم اینه که تا جایی که میتونی. بعد میذاریم روی رون پای راست و گردشمون که همتون از این گردش ها خبر دارید و میدونید چقدر مفیده برای ستون فقرات، برای بدن بی نظیره. حالا اینایی که میتونید بیشتر میچرخید، سعی میکنید بیشتر شونتون به عقب کشیده بشه، قفسه سینه باز شه، طوری شده که قشنگ بالاتنه داره پشت رو نگاه میکنه. حتی نگاه روی شونه است، یعنی اگه شما بتونید شونتون رو ببینید با عقب رفتن شونه نگاه شما ادامه پیدا کنه، آسون نیست نه، ولی فوق العاده است. فوق العاده. یس، تق و توقا را میشه شنید. از این ور میچرخید. یس، این کاری که میریم کایروپرکتور میکنه ما رو، به قول وقتان بودن دلاکا مشتمال میده. اینجا کایروپرکتور این کار رو میکنه که من هیچ وقت نکردم و یک بارم که گفته بودن برات لازمه اجازه ندادم، برای اینکه میدونستم وقتی یک بار این کارو بکنی معتاد میشی که اون طرف فقط رو کار بکنه و ما با یوگا میتونیم خودمون همین کارو روی مفصلامون بکنیم که این گرفتگیاشو باز کنه و گاهی صدای تق و توق نشانه همونه. پا را از زمین جدا بکنیم، شونه ها پایین. پای راست رو از رو میخوابونیم به زمین. این کار رو قبلا کردیم ولی چند باری که نکردیم و یادآوری خوبه براش. فشار خیلی خوب روی پای راستمونه و بعد دست راست میاد طرف زانوی چپ و پیچیدیم به طرف چپ. اگر خیلی روی پاتون فشار میاد و ناخوشاینده، میتونید از زیرتون درارید، پا رو به بغل بذارید. ولی من هدفم اینه که روی پا کار کنه. میدونم برای بعضی ممکنه سخت باشه، غیر قابل تحمل باشه، نمیخوام اذیت بشه. خیلی عالی. آرایت، پا آزاد میشه. حالا میریم سراغ پای راست، میاریمش بالا، ببینیم این پای راست با ما همکاری میکنه یا نه. نفس 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 نفس. yes 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 good job. همون پای راست رو میذاریم روی رون پای چپ و میچرخیم.
و بعد همینجور که گفتم یواش یواش ببینیم آیا بیشتر میتونیم این شونه رو بکشیم به عقب و نگاه ما دنبال کنه شونه رو. یعنی سرتون اینجا نیست، تا اگر خیلی ناراحتی گردن داری توصیه نمیکنم، ولی اگر میتونید بی‌نظیره، چون ماساژ خوبی هم برای سر و گردنه. و بعد از این ور و بعد پا رو جمع میکنیم. و پای چپ رو از رو میخوابونیم. گفتیم باز بستگی به شما داره که آیا میتونید کششی که روی پای چپ هست رو تحمل کنید و بعد میمونید تو حرکت. با دست چپ زانوی راست رو گرفتید و پیچیدید دو طرف راست. خیلی عالی. پا را آزاد میکنیم. این حرکت خیلی وقت انجام ندادیم، حرکت کمو یا شتر. اوکی، خیلی جالبه. هندیا بیشتر حرکتاشون اگه 90% نباشه، 100% نباشه، 90% اسم حیوانات. چرا؟ چون میدونن حیوانات چجور با بدن خودشون راحتن، چه کارهایی رو دوست دارن بکنن. بعد آروم بر میگردیم و میریم تو چایلد پوز. اینجا دیگه حرکت بچه است. همینجور بچه ها با بدن خودشون آشناترن تا ما بزرگا. آروم مییم بالا، بریم حرکت کبرا، مار کبرا. اوکی، به شکم خوابیدیم. دست ها به صورت نیمه باز بالاتنه رو کشیدیم. فشار خیلی زیادی رو کمر برای همه توصیه نمی کنم. روی مچ، روی سرشونه و روی کمره. آروم میریم پایین. مخصوصا اگه میخواین این کار رو تازه انجام بدید، حواستون باشه به این 3 نقطه: مچ، سرشونه و کمر، برای اینکه تمام فشار روی اون است. این حرکت رو بارها کردیم. اینجا تو بغل شونه رو 2 دست ها. دست ها به 2 طرف باز میشه. بالا تنه رو نگه میداریم بالا، اینجوری نمیریم پایین.
مگر اینکه نمیتونید. اوکی، سر به طرف سینه خم میشه و برمیگرده. دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. با سر پایین، کاملا پایین میچرخیم به طرف شونه راست، میایم وسط، شونه چپ، میایم وسط، شونه راست، میایم وسط، شونه چپ، سر بالا و پایین، بالا و پایین. کاملا صاف سر کشیده به طرف شونه راست. آروم میایم وسط، شونه چپ، میایم وسط، شونه راست، میایم وسط، شونه چپ، سر میاد پایین و بالا، پایین و بالا. ریلکس میکنیم. میریم تو حرکت پای ملخ. آروم میریم پایین، بعد پا رو عقب میکنیم. آروم میریم پایین. هی بدن رو تاب میدیم جلو، دم و بازده. بیوتیفول. حرکت پلانک رو میکنیم. اینجا تو این حرکت بارها گفتم باید عضلات شکم انقدر قوی باشه که ما رو بتونه نگه داره. اوکی، قبلا هم کردیم این کار رو، تازگی نداره. منتها اگه ناراحتی سر و گردن و شونه دارید نباید این کار رو بکنید. زیاد طولانیش نمی کنیم، تاب میدیم بدن رو، دم و بازدم و به پشت میخوابیم. اوکی، امروز پای کبوتر رو نکردیم، وقت نبود. گاهی وقتا یه حرکت رو نمی کنیم، حرکت دیگری جایگزینش میشه، مسئله نیست. پاها رو میگیریم، خیلی عالی. حواسمون باشه، اینو بارها تو برنامه هم گفتم، شونه باید در ردیف سینه باشه. اگه خوابیدین شونه‌تون رفته رو به سقف غلطه. یا حوله چیزی رو لوله کنید زیر سرتون یا یه کوسن کوچیکو که چونه در ردیف سینه باشه. اوکی، بریم حرکت پل یا برج رو بکنیم. امروز چند تا از حرکت هایی که مدتی زیاد نرفتیم سراغش رو انجام میدیم. چیکار میکنیم؟ پاها رو میکشیم رو به بالا، داریم خودمون رو از زمین جدا میکنیم. اینجا حتی میتونید برید رو پنجه های پا و خودتون رو بکشید با بالا. در واقع من رو سرشونه ها و رو پنجه های پا قرار گرفتم.
خیلی آروم می پایین، پاها رو بغل میکنی. پای چپ از کف رو زمین، پای راست بدون که زانو خم شه میکشیم به طرف خود. پا رو عوض میکنیم. حرکت های بعدی رو که تو اینجور انجام نمیدادیم چون میخوایم حتما حرکت شکم ها انجام بدیم. ممکنه خیلی هاتون بدتون بیاد، اصلا دلتون نخواد، ولی بارها و بارها گفتم تا عضلات شکم قوی نشه هیچ کدوم از این دردهایی که تو کمر و زانو و لگن هست بهتر نخواهد شد. دوستان این عضله بزرگترین و تنبلترین عضله است، ولش نمی کنید. گود. دست تا زیر واسه. 2 دقیقه. نه بابا چقدر زود تموم شد. اوکی اوکی، نه اذیتت نمی‌کنم. 2 3 4 5 6. و هرچی این حرکت آرومتر انجام بشه سخت‌تره، آرومتر، انگار سلو موشن، انگار فیلم آروم کردیم. هرچی آرومتر مشکل تر. 7 8 9 10. پای چپ رو میذاریم روی رون پای راست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. پا رو عوض میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بیوتیفول. یه چند تا پلویک تلت هم میکنیم برای اونهایی که این حرکت شکم سخت بود، اینو حتما انجام بدید. دم و بازدم. ساده ترین، بهترین، پر منفعت ترین و بی ضرر ترین. حتی عزیزانی که کمر درد دارید، کمرتون رو عمل کردید، مطمئنا فیزیکال تراپی این ورزش رو بهتون میده. one more. میریم تو پیچ خوابیده. آخرین حرکته. عوض میکنیم.
آرایت عزیزان، ما به پایان برنامه رسیدیم. به چند لحظه‌ای که باقی مونده شما دراز بکشید، نفس‌های شکمی. با شما خداحافظی میکنم تا به امید هفته آینده. خدا نگهدار.